تبعیت و توحش حکومت عثمانی را فرهنگی و اقتصادی مرتکب چنین جنایت وحشتناکی شده است. میخوایم که قبول کنن این اتفاق افتاده و در حال بازگشت خاک‌های ارمنستان غربی و غرامتی که دولت ترکیه باید بپردازه بابت 1.5 میلیون انسانی که کشته شدن. صدها هزار زن و مرد، کودک و سالمند به اردوگاه دیگر عثمانی که از جبهه شرق بسیار دور بودند خواست ما اینه که دولت ترکیه این واقعیت تاریخی رو شناسایی بکنه و تمام مسئولیت حقوقی اون رو بر عهده بگیره، خارج کنه. بدین سان اگر